یکی از ناهنجاری‌های رایج در پاسچر یا وضعیت بدنی افراد فوروارد هد یا سر به جلوه. اما من در این پست میخوام به شما ثابت بکنم که ما چند نوع اختلال در ناحیه گردن داریم. دو نوعش خیلی رایجه و متداوله و در افراد میبینیم. تمرینات اصلاحیش هم متفاوته. در یکی دو پست میخوام در مورد این دو نوع اختلال شایع در ناحیه گردن که باعث درد و آرتروز همیشه با شما صحبت کنم. با من همراه باشید تا به دقت این موارد رو و با جزئیات براتون توضیح بدم. اولین اختلالی که رایج هست در ناحیه گردن و ما زیاد مشاهده کردیم، اما متاسفانه مربیان اینها رو اختلالات با هم دیگه اشتباه میگیرن چون نمیدونن و تمرینات اشتباه میدن، سندروم اکستنشن گردن هست. یعنی همین فوروارد هده اما چند تا ویژگی داره. یک، در سندروم یا اختلال حرکتی اکستنشن گردن افزایش لوردوز گردن رو ما داریم. دو، ترنسلیشن سر رو در سطح افق داریم، یعنی انتقال سر به سمت جلو. دقت کردیم؟ و ویژگی بعدی که برای این ناحیه میتونم به شما بگم، ضعف عضلات عمقی اینترنسیک یا عضلات خم کننده در خود همین موضع هست که اتفاق میفته و میتونه در نهایت باعث ایجاد درد و لود زیاد روی مفاصل فاسد در ناحیه گردن بشه. این نوع اختلال و یا فوروارد هد با انواع دیگه متفاوت، تمرینات اصلاحیشون هم متفاوت خواهد بود. انواع دیگر سر به جلو رو در پست‌های بعدی براتون توضیح میدم.